دهه‌مانро سبز و خرم می‌گردانیم. تحت همین عنوان در دوره کارهای آبادانی با شیله و استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساکنان دهه جوریز ناحیه واسه روزهای استراحتی به حشر آبادانی برآمدند. با پیشنهاد کمیته محله با کمک حشرچیان جویبارهای سرگه دهه که هفته قبل آن را از پرتاب‌ها تازه نموده بودند این نوبت آن را بتون پوش کردند. مسائل‌های ساختمانی سنگ و شغل سمنت با کمک شخصان سخاوتمند دهه جوانان باننگ و ناموس برای آباد و زیبا گردانیدن این گوشه وطن محبوبمان دسترس کرده شدند. با تشبث جوانان دهه جوریز نه آبادانی دهه رفته شد از ما اینا عریقی که در بین دهه بود که مشکلی همی دهه بود ما همین را با یاری جوانان دهه جوریز ما همین را بیتونریز کردیم که همین کمبودی همین چی دهه چی شود. ما شکرانه همین دولت میکنیم شکرانه جناب والی میکنیم که ما چنین دولت داریم خیلی تنج امان ما اقدام جناب والی را دستگیری نموده جوانان دهه جوریز در پیش خود چنین چی ماندن که ما با یاری جوانان دهه جوریز تمام کوچه های جوان دهه جوریز را سنگفرش کرده اسفالت پوش کرده یکی دهه های جوریز به یکی از دهه های با ترین ناحیه واسه تبدیل می‌دهیم. در این روز برابر بتون پوش نمودن جویبارهای سیلگذر همچنین حشرچیان این راه بین محله را که طبق نقشه تا مکان ساختمان مکتب نو میرسد و توسط آن همه روزه صدها نفر از آن میگذرند سنگفرش نموده بتون پوش کردند. با تجدید راه و ساختمان جویبارها با شنودن نهال و درختان ساکنان این دهه مقصد دارند که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی دهه جوریز را به یکی از دهه‌های زیبای تاجیکستان محبوبمان تبدیل دهند. همین گونه حشرهای آبادانی روزهای استراحتی در دیگر دهات‌های ناحیه دایر گردیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.